دوستان سلام. از قدیم گفتن هر کی خربزه میخوره باید پای لرزشم بشینه. حالا بنده موشکاف این ضرب المثل رو اینجوری تغییر میدم: عظمایی که زهر میخوره باید پای مصیبتاشم بشینه. ببین اون تکزنگ شیفری و اوباما چه بلایی بر سر سیدعلی آورده که حالا سر چسبوندن 4 تا بیلبورد دوزاری هم جیغ و دادش در میاد. صداقت چرا تابلوهای صداقت آمریکایی رو که به زحمت شهرداری نصب شده بود از روی چه میخواهید بکنید در این مخفی کاری ها؟ بله، بسیجی های ساندیسخور سیدعلی رفتن یه سری بیلبورد چسبوندن به در و دیوار، بعد از اون طرف دار و دسته کوسه و شیخبری به دست و پا افتادن و از ترس شکراب شدن همین رابطه نیم بند شبونه رفتن همه بیلبوردها رو جمع کردن. سیدعلی هم از یه طرف ریشش گیر مذاکره است، از طرف دیگه هم چاره جز دود و دمایی مثل این نداره. 13 آبان روز اعتراض ملت ایران به آمریکا. رئیس سازمان بسیج دانش آموزی اعلام کرد در روز 13 آبان که روز ملی مبارزه با استکبار نامگذاری شده، دانش آموزان سراسر کشور همراه با مردم در اعتراض به دشمنی‌های مستمر آمریکا با ملت ایران فریاد مرگ بر آمریکا سر خواهند داد. روز دوشنبه که روز 13 آبان ماه هست، تحت عنوان دانش آموز بسیجی مقاومت و استکبار ستیزی نامگذاری شده که در این روز حضور سازمان یافته دانش آموزان بسیجی در مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی است که در تهران در جلوی لانه جاسوسی سابق آمریکا برگزار میشه و در شهرستان‌ها هم در محله‌های تجمعی که مشخص میشه حضور دارند. و انشالله دانش آموزان بسیجی در کنار سایر مردم و دانش آموزای دیگه روز 13 آبان این شعار مرگ بر آمریکا رو مجدداً خوب تکرار خواهند کرد. آره جان عمه جانت، خوب تکرار خواهند کرد. فقط بپا در راستای نرمش قهرمانانه داستان بیلبوردا رو این بار رو دانش آموزا پیاده نکنن. احتمالاً تو نمایش 13 آبان امسال با یه صحنه‌ای تو مایه‌های این مواجه میشیم. من هر بار که توی این راهپیمایی شرکت میکنم با مشت میکوبم توی دهن پدر مادرای گذشتم و راه آمریکا رو ادامه میدم. اون امام گور به گوریتون که میگفت آمریکا رو زیر پا میگذاریم حالا کجاست که ببینه با یه تکزنگ چجوری هیکل ولی فقیه مفنگی راپله شده. سیدعلی تو مبتلا شدی به یه بیماری که داری میمیری و دیگه آخر کاری. بگو آخر تو به چیت میناسی، دست آخرت شده داری میبازی. بدو 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 برو پیل بازی تو درازی. حالا آی نفله شد آی نفله شد کی نفله شد، هیچکی عظما نفله شد. حالا آی نفله شد آی نفله شد کی نفله شد، هرچی ملا نفله شد. حالا آی نفله شد آی نفله شد کی نفله شد، زیر دست پا نفله شد هیکلش را پله شد. با آقای موشکار